نوای نی. بشنو از نیشون حکایت می کند از جدایی ها شکایت می در ادامه برنامه‌های پیشین اکنون از کتاب مثنوی و گلزار معنوی صاحب دلان سخن سنج را دستگلی دیگر به ارمغان آورده‌ایم. امید است که رایحه دلپذیران مشام جانتان را عطرآگین سازد و دامان صبر و اختیارتان را از کف برباند. دستگلی که به ارمغان آورده ایم دستگل محمدی است که از آن عطر و بوی گل سرسبد باغ آفرینش را استشمام توان کرد. آری، داستانی از اخلاص علی این دست پرورده دامان محمد فراهم آورده ایم و به محضر صاحب دلان تقدیم می‌داریم. امید ما بر آن است که این دست گل صدق و اخلاص زینت جان و دل پاک بازان قرار گیرد و زیب و زیور محفل انسشان واقع شود. از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان منزه از دغل. در قضا بر پهلوانی دست یافت، زود شمشیری برآورد و شتافت. او خدو انداخت بر روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی. او خدو انداخت بر رویی که ماه، سجده آرد پیش او در سجدگاه. در زمان انداخت شمشیران علی، کرد او اندر قضایش کافری.
علی آموز اخلاص عمل شیر حق را دان در قضا بر پهلوانی دست یاب زود شمشیر برآورد و شتاب زود شمشیری برآورد و شتاب او خدو انداخت بر روی علی افتخار از هر نبی و هر ولی او خدو انداخت بر روی کماه سجده آرد پیش او در سجدگاه سجده آرد پیش او در سجدگاه علی آن شیر بیشه حق آنجا که بر مبارزی در صحنه پیکار دست یافته و می‌خواهد سر او را از تن جدا و خلقی را از سرکشی و آزار او رها سازد، به ناگهان قدم واپس می‌نهد و دست از کشتن او برمی‌دارد. مبارزه به خاک افتاده و خود را آماده مرگ ساخته حیرت زده به علی نگاه می‌کند که در میدان کارزار و در میان گرد و غبار به قدم زدن پرداخته و کار او را یکسره نمی‌کند. عجبا، بر دشمن قوی دست یافتن، سپس او را به حال خود رها کردن و به دیگر رو شتافتن، چه دلیلی را در بر تواند داشت و چه منطقی را در پی؟ آیا علی مسامحه می کند؟ هرگز، زیرا مسامحه در کار حق از مرد حق به دور است. آیا خستگی بر او غالب گردیده و در پی ترمیم قواست؟ هرگز، چون علی در میدان جنگ بزرگ شده و همچون ذوالفقارش که در کوره آتش آب دیده شده است، خود او نیز
در کوره جنگ هزاران گونه سختی را به جان و دل پذیرا شده و از آن آب دیده بیرون آمده است. دست توانای او همان دست خیبرگشایی است که در قلعه‌ای را تا بدان حد سنگین و ستبر از جای برمی کند و بر فرق خود سپر می سازد. چه شده است که این دست توانا از آختن ذوالفقار بر فرق دشمن عاجز مانده است؟ چه باری بر دوش علی سنگین می کند که دست او را از حرکت باز داشته و چه نیروی او را به عقب می کشاند که پای او را یارای آن نیست که به سوی خصم در خون غلتیده گامی فراتر نهد. گشت حیران آن مبارز زین عمل، از نمودن عفو و رحم بی محل. گفت بر من تیغ تیز افراشتی، از چه افکندی مرا بگذاشتی؟ آن چه دیدی بهتر از پیکار من، تا شدی تو سست در اشکار من؟ آن چه دیدی که چنین خشمت نشست، تا چنان برقی نمود و باز جست؟ در محل قهر این رحمت ز چیست؟ اژدها را دست دادن کار کیست؟ یا علی، چه دیده ای که دیده را از کشتن خصم بردوخته ای و چه شکاری در نظرگاهت قرار گرفته که صید خود را به حال خویش رها ساخته ای؟ آیا مبارزی قوی تر از عمرو، این مرد نامآور عرب یافته ای که میخواهی با او دست و پنجه نرم کنی؟ و آیا عقاب بلند پروازی را دیده ای که شکاری همچون او در نظرت همچون صعوه جلوه می نماید؟ ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه واگو از آنچه دیده ای. تیغ حلمت جان ما را چاک کرد، آب علمت خاک ما را پاک کرد. بازگو دانم که این اسرار هوست، زانکه بی شمشیر کشتن کار اوست. بازگو ای باز عرش خوش شکار، تا چه دیدی این زمان از کردگار؟ چشم تو ادراک غیب آموخته، چشمهای حاضران بردوخته. راز بگشا ای علی مرتضی، ای پس از سوء القضا حسن القضا. ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از آن چه دیده ای.
اسرار زن که بی شمشیر کشتن کار او چشم تو ادراک غیب آموخته چشمایم آزران آنگاه مولانا پاسخی را که علی آن یک تاز عرصه پیکار در پاسخ خصم بیان می‌فرماید چنین بازگو می‌کند: گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تنم. شیر حقم نیستم شیر هوا، فعل من بر دین من باشد گوا. من چو تیغم پرگوهرهای وصال، زنده گردانم نکشته در قتال. خون نپوشد گوهر تیغ مرا، باد از جا کی برد میغ مرا. کهنیم کوهم ز صبر و حلم و داد، کوه را کی در رباید تند باد. آن که از بادی رود از جا خسی است، زان که باد ناموافق خود بسی است. باد خشم و باد شهوت باد آز، برد او را که نبود اهل نیاز. تیغ حلمم گردن خشمم زده است، خشم حق بر من چو رحمت آمده است. آنگاه مولانا علت اصلی خودداری علی را از کشتن حریف چنین بیان کرد: چون در آمد علتی اندر قضا، تیغ را دیدم نهان کردن سزا. چون خدو انداختی روی من، نفس جنبید و تبه شد خوی من. نیم بحر حق شد و نیمی هوا، شرکت اندر کار حق نبود روا. آری، آنگاه که هدف تقرب به خداوند است، نباید چیز دیگری را در آن شرکت داد. اگر مجاهدی تیغی از نیام بر می کشد، باید برای از میان بردن طاغوتی باشد. و اگر گلوله‌ای را در سینه مستکبری جای می دهد، برای در هم شکستن صد راه فضیلت و تعالی باشد و هرگز
غرضهای شخصی را در این جهاد مقدس دخالت ندهد و هوای نفس را بر وظیفه خدایی خیش رجحان نبخشد. آری، اخلاص باید پیوسته در مد نظر مؤمن باشد، یعنی از هوای نفس و خواسته های محدود خیش خلاص شدن و برای خداوند خود را خالص گرداندن و توجه شود که چنین اخلاصی که در شخص پدید می آید بر روی دیگران اثرات بسیار مثبتی بر جای می گذارد و آنان را به سوی مکتب اخلاص و توحید هرچه بیشتر متمایل می کند. همچنان که در این داستان می بینیم که آن مبارز و حریف میدان علی که حتی پس از به خاک افتادن از بغض و کینه نسبت به علی و مکتب علی و خدای علی سرشار بود، به یک باره از نظر فکری دگرگون می شود و حقیقت محض را با جان و دل می پذیرد و بسیاری از یاران و نزدیکان او نیز با شنیدن آنچه علی، این شیر مرد عرصه پیکار و جوان مرد پهنه ایثار انجام داده است، به ایمان روی می آورند و به بندگی خالق و خدمت خلق بیان می نمایند. جبر این بشنید و نوری شد پدید در دل او تا که زناری برید. گفت من تخم جفا می کاشتم، من تو را نوعی دیگر پنداشتم. تو ترازوی عهد خو بوده ای، بل زبانه هر ترازو بوده ای. تو تبار و اصل و خویشم بوده ای، تو فروغ شمع کیشم بوده ای. من غلام آن چراغ شمع خو که چراغت روشنی پذرفت از او. من غلام موج آن دریای نور کو چنین گوهر درآورد در ظهور. عرضه کن بر من شهادت را که من بر تو را دیدم سرافراز زمن. قرب 50 کس ز خویش و قوم او عاشقانه سوی دین کردند رو. او به تیغ حلم چندین خلق را وا خرید از تیغ چندین حلق را. من غلام آن چراغ شمع خو که چراغت روشنی از رفت از او.
گوهر در آرد در زور. آنگاه مولانا از داستانی که بیان می کند در خاتمه این نتیجه را می گیرد که هرگز در امور نباید دامان صبر و بردباری را از دست داد و زمام اختیار را به دست نفس سرکش سپرد که عواقب آن دردناک خواهد بود. آری، پیروزی نهایی در گروه صبر و شکیبایی است و بزرگترین عامل مردافکن و صف شکن همانا تسلط بر نفس می باشد. تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر، بل ز صد لشکر ظفر انگیزتر. تا نوبتی دیگر که دست گل دیگری از گلزار معنوی مثنوی به محفل دوستداران عرفان و ادب تقدیم می‌داریم، شما را به خدا می‌سپاریم. فیض حق بر شما صاحب دلان مستدام و دست علی پشت و پناهتان باد. شرح این هجران این خون جگر، این زمان بگذار تا وقت دیگر.